از جمله جهان تو را نشان می جستم، خود جمله جهان تو بودی من غافل. عبدالرحمن جامی چنین عنوان گرفته از فیلم مستنده که از جانب سینماگران ازبک تهیه شده است. فیلم مذکور باری نخست در کینوتئاتری به نام طاهر صابرов نمایش داده شد و دوستداران سینمای تاجیک را گرد آورد. در فیلمی که عبارت از 25 دقیقه است، تهیه‌گران کوشیدند آثار و زندگی شاعر فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی را در تکیه به مأخذهای تاریخی، همچنین اندیشرانی‌های محققان ازبک را دایر به آثار جامی و دوستی او با علیشیر نوایی آماده و پیشنهاد بینندگان نمایند. عبدالرحمن جامی نه تنها مرشد معنوی علیشیر نوایی بود، بلکه دستگیر وی بود. بزرگ فرموده است که تاریخ از سرگذشت آدمان بزرگ عبارت است. یعنی تاریخ را شخصیت ها می سازند و حضرت جامی هم که برخواسته از خاک هرات بود، تاریخ ساز بود و تأثیر او همچون یک شخصیت، همچون یک پیشوای علم و عرفانی زمانش آنچنان زیاد بود که از قلمروی افغانستان امروزه که هرات میدونید در حدود افغانستان است تا به سمرقند و تا به بخارا رفته رسید و در مجموع حضرت جامی توانست با اندیشه های فراگیرش، با اندیشه هایی که خیلی مدرن بودن، خیلی زمانوی بودن در اون زمان خودش، توانست که تمام ورارود را، یعنی تمام ماورا نهر را فرا بگیرد. و این فیلم هم اصلا هدف همین فیلم اگر با یک جمله بیان کردن شویم همین است که بار دیگر با امروزیان پیام رساندنی است. کارگران مسئولانی که این فیلم روی اکران آوردن، هدفشان، پیامشان این است که واقعا هم شخصیت های بزرگ جامعه می سازند. با سیما و آثار عبدالرحمن جامی بیننده تاجیک هنوز از زمان تحصیل در مکتب میانه آشنا می باشد. همین بود که هنگام تماشای فیلم حاضرین در تالار هر نما و سخن تهیه‌گران را درک می‌کردند. اینچنین تمام فیلم با زبان تاجیکی تهیه شده است که بیننده تاجیک هنگام تماشا و مشکلی ترجمه زبان دچار نمی‌گردد. جواهر قاسموف کارگردان و تهیه‌گر فیلم مستند عبدالرحمن جامی را در نمود مستند هنری تهیه کرده است که صفت کاری او خیلی عالی در پرده سینما نمایان است. این شکل آماده کردن فیلم مستند میان کارگردان‌های سطح جهانی خیلی مشهور است و از تهیه‌گران زحمت زیاد را طلب می‌نماید، زیرا در این نمود مستند در برابر پژوهش کردن موضوع فضای تاریخی را باید به وجود آورد تا هنرمند نقش آفرد. تا جای از تفسیرها و از شناسایی با مولانا جامی درک داریم. یگانه ایرادم فکر میکنم همین است. حضرت جامی خیلی قامتی بلند داشت. اون هنرمندی که نقش مولانا جامی را اینجا بازی کرده است خیلی خوبم بازی کرده است، ولی یک کم قامتش میانه حالی بود. از روی شنید حضرت جامی قامتی بلند داشت، عصای برابر به قد داشت و همیشه همین گونه وای داشت، دوشه داشت. یگانه ایرادم فکر میکنم همین است. دیگر هیچ. بازی خوب بود، انتخاب کاستوم لباس ها خوب بود، انتخاب نقطه های ثبت خوب بود، رنگ ها خوب بود و برای دوستی این دو کشوری به هم طولانی دوست و برادر بوده فکر میکنم یک پیشنهادی بسیارم خوب بود. هر چند سالهای آخر ساختن فیلم‌های مستند از حیات و روزگار شخصیت‌های تاریخی گاه از سوی کارگردان‌های وطنی به نظر می‌رسد، اما تا حال از جانب سینماگران تاجیک در چنین طرز فیلم مستند از روزگار و آثار عبدالرحمن جامی تهیه نگردیده است. بیننده هنگام تماشای فیلم مستند عبدالرحمن جامی درک می‌کند که هدف از ساختن چنین فیلم این باز هم مستحکم نمودن دوستی میان خلق‌های تاجیک و ازبک میباشد.